وای خیلی تشنم آدمی که هوا گرمه خیلی تشنم تا خشلوقی بالا رفتنی بشم این خشلوق اگون او نداشت باشه اگون عریقه جوی بره اگون چشمه کرینی که نداشت باشه اگون جوی اوه اینو وای دسته نفر با اوچری آدم کو یا آب خریم با بریم که نمیشه وای هم خیلی گرمه هوا کی آه خوردن در کار اوه ای بابی من تشنه چی بلو استکلم داشته بایی بگیم تست که مصفید یا آخر میرمه خشلوقی بالا میرمه بابی آخه بعد ای ما آمدی چرتی مرا گرفتی من یا 50 مخر میرمه همین یا 50 آدم نوبت دستیم اخی بچم نوبت ایستادن و آموخته شوین یاد بگیرین نوبت ایستادن ای توبه کدام این نکن همه جا نوبت قطعه همه کار نوبت قطعه بچم بعد تمپورل اشتراکچی جنگی بزرگی وطنی ده آچیره دای آخه من ای سحری آمدودم بابی داری جان ای بابی اونو نیمش داخم نیمش بخو بسر توخی اخلان باشی توقت کن چی توقت کنو؟ صبر کن اوخم نیمشه بخو بس نسته توخی بسیار گاون نزن بسیار گاون مزنی ما شرستی خوشروی او نمیفهمم وای آوازی خوشرو داره ها میگی بارون بسای بسای آخی همون نیم بخو بسای میگم بابی صبر کن بچم صبر کن ای بچه حلقم خواه شید صبر کن بچم صبر کن او همه ده فایده داره بچم خیلی خوش رو میتو ها شروع بای اخ توزه شروع بای زور بای بیا ای بابی نه که وقت گرفتی یا چی وقت گرفتی ما کار داریم رنگ خودت بکاره کی گفت که ما بکارم من کار کردازم چیکار کنیم آخه پر شد بابی بسای همو قشاخی در پوشم پر میکنی دیگه پر شد آخی بچه نمی قاکی دیگه اش موند وای وای دیگه نیسته اگه اونجا دو بریم ای بابی آخی این ریخت گایلوش بسای یک آخی انا ناو پرشید انا نگاه کنه یه بیم یا 50 بخورم آخه نوبت ما یه گرفت با نوبت تشید بخیر بگیر من میامه چکل اوی توزه حکی خوش رو بایا ها توزه لایق نیست ها نه خمم نداره یگان چی نداره او چشمه خون بدشه هیچی نداره بوی سیالای هم نمیکنه نه توزه یا توزه دیده بچم با من نویرام رفتن گفتن که آمون لایق آمده سی ترکیبش خون داره نه توزه کو توزه بده بابی ندادی بخیرم همه اوه تشنگی دمردم یا ساعتی نسادیم او گرفتی ریختیه تو تشنی بچم با گشته بودم اخ تشنه یم گفته سا نه بخو
هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی گفته شایر با این عقل تمیز و سواد شما طلبه صنف 11 شده کجا میرین شما در یگان دانشکده و دانشگاه و یگان عموما همو مکتبی عالی داخل شده میتونین به فکر خودتون بالا را میتونین یگان چیز نمیدونین شما با معلم را نگار میکنی که معلم درس نمیتین خیمه و یا بچه نکو نه که آخه دخترکا شما عیب نمیدونی شرم نمیدونی گنجینه بونو نه خوب دخترکا هم ندونه ترسون زاده را میدونی بله استاد کنی یک شعر بگوی ترسون زاده از زمین نان ریزه ها رو چیده میمالم به چشم نان گرم مهنتی رو دیده میمالم به چشم آفرین گنجینه جان انا گنجینه بونو میدونسته شما دو جواب با پرگی ازاد میکنیم یکی فهمو خیس استاد نه کتاب گرفتم ازاد نکردم رحمت بخون آینده برای خود در کار میشه شما چی؟ شما عموما در یگان جا به کار نمیرین میدونه نمیره اینی به عقل به تمیز به سواد موی سر ریزونده ترک گفته خیز جا بیا اینجا بیا خیز اینجا بیا کتابو در خانه میخوندی اون اینجا سعدی شیرازی کیست؟ نمیدونم استاد حافظی شیرازی نمیدونم اول ابن سینا نمیدونم خیام نمیدونم عبدالرحمن جامی نمیدونم بالا رو میدونی تو یگان تو شاعری کلاسیک نمیدونی نمیدونم استاد بختیار میشناسه چه بختیارو؟ سنت میشناسه با کیو میشناسم سنت پنت نمیشناسم علی شیر چی علی شرط هم نمیشناسم ایراش میشناسه یگان تشا نمیشناسم یورا استاد همین آشنایی مرا شما نمیشناسه من آشنایی شما را کجا میشناسم من چین یگان تو شما یگان جدا به کار نمیرین نه عقل داره نه تمیز نمیشوین شما استاد یک بوده که پیش دیگه چی میدونه 5 انگشت برابر نیست که استاد من میدونم 5 انگوش برابر نیست من سوادی شما رو گفتم که یگان بالا رو نمیدونین شما گفتنیه که من نمیدونم من میدونم استاد میدونی؟ کنی برو ایجا برو دوست که برو کنی برو در کجا زندگی میکنیم ما در کجا زندگی میکنیم در تاجیکستان در تاجیکستان اهالی تاجیکستان چند نفره 9 میلیون استاد 9 میلیون درست چند نفر است 9 میلیون استاد کویا که یک تا نمبر کو